بچه درس خونی نبود، در این حد که اصلا عادت نداشت کتاب مدرسه ببره. اگه قرار بود یه بخشی از کتاب سر کلاس خونده بشه، به جای کتاب صفحات مورد نظر رو جدا می‌کرد و میذاشت تو جیبش و با خودش می‌برد به مدرسه. خلاصه تحصیلات مقدماتی که تموم کرد رفت به تهران. حسین وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد، اما بعد از چند ترم رها کرد و این بار رفت سراغ جامعه شناسی، رشته‌ای که تو اونم البته دووم نیاورد. همه آدما رو نمیشه با یه متر و معیار یه خطکش سنجید. شاید شخصیت داستان ما آدم درس خونی نبود، اما استعدادش تو شعر قرار بود که اونو به شاعری بزرگ تبدیل کنه که نامش برای همیشه باقی بمونه. حسین منزوی از همون سنین پایین با اشعارش بقیه رو تحت تأثیر قرار میداد، مثل اون زمانی که اولین مجموعه اشعارش رو برای چاپ به فریدون مشیری داد و مشیری از پختگی شعر منزوی جوان متحیر شده بود. حنجره زخمی تغزل اسم اولین دفتر شعرش بود که در سال 1350 به چاپ رسید. بردن جایزه بنیاد انجمن شعر فروغ به خاطر همین دفتر شعر واسش حکم سکوی پرتاب داشت و پس از انتشار این کتاب بود که در صدا و سیما مشغول به کار شد و در این دوران برنامه‌هایی مثل یک شعر و یک شاعر رو تهیه کرد. امروز جوانترین شاعر بزم ما آقای حسین منزوی هستند. خواهش میکنم بدون مقدمه‌ای چون وقت تنگه شعری بفرمایید. مجویید در من ز شادی نشانه، منو تا ابد این خم جاودانه. من آن قصه تلخ دردآفرینم که دیگر نپرسند از من نشانه. مسئولیت دفتر مجله سروش، کار کردن در فرهنگستان نیاوران، کتابخانه حسینیه ارشاد و رو آوردن به تدریس خصوصی مراحلی بود که در مسیر زندگیش تجربه کرد. درباره تأثیرش رو ادبیات ایران هم باید بگیم که تو دورانی که با ظهور شعر نیمایی قالب غزل به دلیل کهنه بودن میرفت که کنار گذاشته بشه، شاعرایی مثل منزوی بودن که با ترکیب‌های جدید و نوآورانه باعث شدن که خون تازه‌ای در رگ‌های غزل معاصر جریان پیدا کنه. اگه بین کلمات و ابیات حسین منزوی چرخی زده باشین، میدونین که اشعارش با عشق گره خورده. عشقی که خودشونو در اون مایه همه فعالیتاش تو این عرصه میدونست. عشقی که در طول زندگی همراهش بود و حتی به روی سنگ قبرش ردی از اونو میشه دید. نام من عشق است، آیا میشناسیدم؟